کیرگیزبایف هم در رقابت‌هایی که امروز در قهرمانی جهان داشت ما شاهد گشتیم که بسیار با یک آمادگی جدی به قهرمانی جهان آمده است و از امامعلی نورعلی شکست خورد و رقابت را در این مرحله با قهرمانی بازی‌های المپیک هیفومی آبه ادامه داده ایستاده است. ببینید که کیرگیزبایف برای هیفومی آبه هم هیچ امکانیتی را در میان نمیگذارد. کیرگیزبایف پای انجام دادن اصول‌ها حرکت کرده است و اینجا شیدوی دویم به خاطر حرکت نادرستش برای او نشان داده می شود و هیفومی آبه را توجه میکنیم که دیگر قدر زیاد تلاش نمیکند و بسیار احتیاطکارانه مبارزه میبرد. کمتر از یک دقیقه تا انجام وقتی باقی مانده است و هر دو تا حال امتیازی را به دست نآوردند. کوشش‌های نوبتی از هر دو جانب کیرگیزبایف فشارآوری را زیاد میکند و اینجا حرکت از جانب هیفومی آبه امتیاز یوکو در لحظه پایان با هیفومی آبه نشان داده می شود. 14 ثانیه دیگر تا انجام باقی مانده است. کیرگیز وقت به انجام می رسد و هیفومی آبه در مقابل گوسفند کیرگیزبایف غالب می شود و امکانیت موزه بردن برای نشان برنجی را پیدا می سازد. و نوار تکراری توجه میکنیم که چگونه یک رقابت مشکل هیفومه دوستای عزیز بار دیگر بخشش میپرسم که یوتیوب حقی نشان دادن نوارها را برای ما نداده، ما نمیتونیم نشان داده. پیگیر باشین. امامعلی نورعلی با بیجیبف در مرحله نیم نهایی رقابت میکنند. تماشابینان گرامی هم اکنون یک رقابت تاجیکانه در مرحله نیم نهایی چمپیونات جهان کلان و بیجیبف با امامعلی نورعلی دو چهره سرشناس جدای سیاره در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امامعلی نورعلی گوسفند کیرگیزبایف و اوبیجیبف باشد هیفومی آبه را در مرحله نیم نهایی شکست داده به این مرحله راه یافتند. رقابت این دو چهره
ماهی مای بود که در گرندسلم دوشنبه در مرحله نیم نهایی با هم روبرو شده بودند، با هم نیروسنجی کردند که آنجا امام علی نورعلی در مقابل اوبیجبوف پیروزی به دست آورده بود و شیدای اول برای اوبیجبوف نشان داده می شود و تلاش هر دو برای راه یافتن به مرحله نهایی است. و چون در بالا باید کردیم اقتصادی است، دو جداکاری تاجیکستان در مرحله نیم نهایی چمپیونات جهان قرار دارند. اینجا حرکت اوبیجبوف نفری که به مرحله نهایی می رود، الکی گویم که نشان نقره دارد و نفری که شکست می خورد بهر به دست آوردن نشان برنجی مبارزه می برد. و قبل از انجام رقابت ها این نقطه را ذکر میکنیم که الکی جداکاران ما در قهرمانی جهان میان کلان سالان با گرفتن نشان نقره هم دست یافتند که این بار اول در تاریخ جودوی میهن به حساب می رود و امکان طلا با نقره با طلا برابر شدن رو هم دارند. جداکاران ما برای امام علی هم شیدا نشان داده شد و حرکت ها از جانب اوبیجبوف پای هم صورت گرفته ایستاده است و رقابت ادامه دارد. باز هم کوشش میکنند. امام علی نورعلی در سال 2025 در گرندسلم دوشنبه نشان طلا را به دست آورد و اوبیجبوف باشد به گرفتن این نشان نقره دست یافته بود و این بعد اکنون ببینید که در قهرمانی جهان در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. امام علی حرکت میکند. حالت کار در زمین، جبوف تلاش دارد که طریق لد دادن دست امام علی را شکست بدهد و از این حالت مشکل امام علی خود را برآورده توانست و باز نوبت دیگر تلاش میکنند. دقیقه آخر وقت اساسی و حرکت امام علی نورعلی. ببینید که چگونه یک رقابت مشکل را هر دو در میان گذاشتند در برابر یکدیگر. ادامه می‌یابد نیروسنجی. امام علی باز تلاش میکند و چگونه حرکت از جانب امتیاز وزری برای امام علی نورعلی. باز هم امام علی نورعلی پیشرفتی را در اختیار میگیرد. قهرمان جهان میان جوانان تلاش قهرمان شدن میان بزرگسالان را دارد. ثانیه های پایانی وقت. و همینطور امام علی نورعلی به مرحله نهایی می رود و اوبیجبوف بهر به دست آوردن نشان برنجی مبارزه می برد. الکی این دو چهره تاریخ سازی کردند، قهرمانی نشان دادند و
ما بسیار میخواستیم که این دو رو در مرحله نهایی ببینیم و در مرحله نیم نهایی هم با هم مبارزه کردن اینها واقعا غیر انتظار بود و ببینید که چگونه دیگر باره امام علی نورعلی یک نفس آزاد میبرد و از پیروزیش و راه یافتن به مرحله نهایی قهرمانی جهان استقبال میکند. در این حالت با همان شکلی که در گرندسلم دوشنبه اوبیجیبوف را شکست داده بود، در اینجا هم طریق همان اصول یا حرکت انجام دادهش امتیاز وزری را کسب کرد که آن امتیاز او را موفق گرداند که مرحله نهایی راهش را هموار سازد. و امام علی نورعلی امشب ساعت 21:00 برای به دست آوردن و اوبیجیبوف برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرد. رقابت های مرحله تسلط بخش میان بانوان وزن تا 52 کیلوگرم میان نماینده کشور میزبان نماینده کشور ونگریا ریکا پوپ با نماینده کشور ژاپن کیسومی اوموری رقابت کرده شدند. روشوی این بانوان برای امکانیت پیدا کردن به دست آوردن نشان برنجی است. کوشش نوبتی جانبی اوموری بود. رقابت ادامه می‌یابد و تلاش‌ها باز هم صورت می‌گیرد. حرکت نوبتی از جانب ریکا پوپ حالت کار در زمین اینجا اوموری حرکت کرده ایستاده است. حالت سیکومی امتیاز وزری برای کیسومی اوموری و همینطور موفق می شود که در برابر ریکا پوپ غالب شود و برای نشان برنجی مبارزه برد. همینطور ریکا پوپ ناکام شد، مقام هفتم رو کسب کرد و کیسومی اوموری باشد امکانیت به دست آوردن نشان برنجی را دارد. رقابت مرحله نیم نهایی میان بانوان وزن تا 52 کیلوگرم نماینده کشور کوسوو و دیستریا کراسنیچی با آریانا تورو سولر نماینده کشور اسپانیا. هر دو تلاش کرده ایستادند و باید قید نماییم که جودوکاری 21 ساله اسپانی امروز قهرمانی نشان داد در برابر بهترین رقیبان خود، از آن جمله قهرمانی جهان در سال 2024 نماینده کشور ایتالیا
گیوفردا غالبیت به دست آورد و تا با این مرحله آمد و یک نفر صاحب تجربه است، قهرمان بازی های المپی، جایزه دار و برنده یک قطار مسابقه های فصل جهانی جودو. در مرحله نیم نهایی در مقابل آریانا اکنون چی کار میکند؟ این رو وقت نشان میدهد و ببینید که بانوی اسپانی هم در مقابل جودوکاران با تجربه امروز چگونه هنرنمایی کرد. شیدو برای آریانا توروسولر نشان میدهد، داوری ازبکستانی، و ادامه سبقت آنها را پیگیری میکنیم. کوشش دیستریا باز هم ادامه می‌یابد رقابت دیستریا با آریانا. باز هم تلاش میکنند. دیستریا در حرکت است و کوشش کرده ایستاده است که امتیاز به دست بیارد و راهش را به مرحله نهایی هموار بسازد. شیدای دوم برای آریانا توروسولر به خاطر نادرست حرکت کردن و باز ادامه می‌یابد رقابت. و شاید شیدای سیوم هم برای آریانا نشان داده شود به خاطر اشتباه. بله، این سوکی ماکی است و دیستریا کراسنیچ غالب میشود و مرحله نهایی میرود و نماینده کشور اسپانیا آریانا توروسولر در مرحله انیقترش برای به دست آوردن نشان برنجی مبارزه میبرد. تماشاچیان گرامی، این شام دو جودوکاری ما، یکی بهر به دست آوردن نشان طلا امامعلی نورعلی انیقترش و اوبیجبوف برای به دست آوردن نشان برنجی رقابت میکند. اوبیجبوف با ولید خیار نماینده فرانسه و امامعلی نورعلی با تاکشی ژاپنی برای نشان طلا با هم نیرومندی میکنند. تماشاچیان گرامی، تا این لحظه ها رقابت های روز دوم قهرمان جهان را با شما پیگیری کردم. من سوربون املازاده، تنسیت خانه